تا حالا توجه کردی هر چقدر بیشتر دستاوردات رو به بقیه نشون میدی، بیشتر مانع سر راهت قرار میگیره که تو اون هدف نهایی که میخوای نرسی. چرا؟ چون 80% مردم خیرخواه تو نیستن. یعنی چی؟ یعنی دوست ندارن از نقطه امنت خارج بشی، چون خودشون هم از نقطه امنشون خارج نمیشن. اگه تو از نقطه امنت خارج بشی، اونا خودشون رو قضاوت منفی میکنن که این شخص تونست از نقطه امنش خارج بشه، پس منم میتونم خارج بشم. پس چرا نمیشن؟ چون جسارت و شجاعت تغییر کردن رو ندارن و اونا به خاطر اینکه خودشون رو قضاوت منفی نکنن، تو رو هم دوست دارن کنار خودشون نگه دارن. پس خواهش میکنم اگه میخوای به اهدافت برسی، حتما چرا خاموش حرکت کن. حالا چجور چرا خاموش حرکت کنم که به بهترین نسخه خودم تبدیل بشم؟ این ویدیو تا آخر ببین. حالا میخوایم یاد بگیریم چجور قدم به قدم این مراحل رو طی کنیم. یعنی چجور محو بشیم، تو خلوتمون چه کارهایی باید انجام بدیم و چجور دوباره برگردیم. ولی یه نکته میخوام برادرانه بهت بگم، اگه هر کدوم از این مراحل رو اشتباه بری، ممکنه تو این مسیر کلی حسرت بخوری، به خصوص مرحله آخر رو. پس اگه آماده ای، بزن بریم تا بهت بگم چجور تو 6 ماه به بهترین نسخه خودت تبدیل بشی. مرحله اول، چطور درست و حسابی محو بشیم؟ حرف نزن. نه با همکارات حرف بزن، نه با دوستات حرف بزن، نه با خانوادت حرف بزن. ما یه میل درونمون هست برای بقا، هر چیزی که بلدیم و میخوایم بریزیم بیرون، ولی ما انسان‌های نخستی نیستیم. اگه شما چیزهایی که بلدید و اهدافی که دارید و به بقیه نگید، نمیمیرید. مطمئن باشید که نمیمیرید. پس خواهش میکنم زبونتون رو کنترل کنید، در بند حرفتون نباشید، بذارید زبونتون در بند شما باشه. اگه زبونتو کنترل کنی، این مسیر خیلی برات هموارتر میشه. مرحله دوم، فقط نظر خودت مهمه و این خودخواهانه نیست. به نظر بقیه توجه نکن. چرا؟ چون تو خیال میکنی بقیه بهت فکر میکنن. به خاطر اینکه بقیه بهت فکر میکنن، پس نظرشون برات مهمه و کاملا اشتباه فکر میکنی. اصلا بقیه به تو اهمیتی نمیدن. بقیه اینقدر درگیر خودشونن و اینقدر مشکلات دارن، اصلا وقت اینو ندارن به تو فکر کنن. پس خواهش میکنم دنبال این نباش که تایید دیگران رو بگیری. مهمترین شخص توی زندگیت خودتی. تو تنها به دنیا میای و تنها هم از دنیا میری و این وسط تنها چیزی که همراهت میاد شخصیتته، نه دیگران. پس لطفاً به نظر دیگران اهمیت نده، چون اگه اهمیت بدی، خیلی از کارهایی که تو رو به هدفت نزدیکت میکنه و انجام نمیدی. چرا؟ چون دوست نداری دیگران تو رو طردت کنن و این وابستگی قاتل تمام اهدافت میشه. پس لطفاً به بقیه گوش نده. تنها شخصی که نظرش مهمه خودتی. لطفاً توی خلوت برنامه ریزی ذهنتو تغییر بده و همیشه این دوتا سوال مهم رو از خودت بپرس: آیا این کاری که الان دارم انجام میدم منو به هدفم نزدیکم میکنه؟ اگه آره، خب انجامش بده. ولی اگه نه، چه کاری الان میتونم انجام بدم که منو به اهدافم یک قدم نزدیکتر کنه؟ مرحله سوم، نقشه هاتو لو نده. اگه میخوای به اهدافت برسی، این نکته خیلی ضروریه. با هر کسی راجع به هدفات حرف نزن و یک بازی برای خودت درست کن و اون بازی به این شکله: اگه تو راز خودتو به بقیه گفتی، 5% احتمال موفقیتت پایین میاد و اینجور داری به خودت ضرر میزنی. چرا نباید نقشه هاتو به بقیه بگی؟ چرایی این موضوع برای چیه؟ چون همه متخصص نیستن، همه راهی که تو میخوای بری و نرفتن، پس در نتیجه نمیتونن درست کمکت کنن. کی میتونه درست کمکت کنه؟ کسی که در این زمینه متخصصه، راهشو رفته. میتونی کتاب بخونی و راهشو یاد بگیری، میتونی با آدم درستش مشورت کنی. در ضمن وقتی هم داری با آدم درستش مشورت میکنی، این یه نکته مد نظرت باشه: همه اطلاعات رو در اختیار اون آدم قرار نده و اجازه نده اون آدم تصمیم نهایی رو برای تو بگیره. تو باید تصمیم نهایی رو بگیری. باید اطلاعات رو یاد بگیری، بعد با توجه به اون اطلاعات
تو تصمیم نهایی رو بگیری، اجازه نده دیگران برات تصمیم نهایی رو بگیرن. پس یادت نره نقشه‌هاتو نباید لو بدی. مرحله 4، پیشرفتاتو با بقیه نشون نده. چرا؟ چون همه خیرخواهتون نیستن. وقتی میای اون پیشرفته کوچیکی که در حین مسیر موفقیت به دست آوردی و به بقیه میگی، 2 ذهنیت ایجاد میشه. اولین ذهنیت، ما این فرکانسو، این پالسو، این وایبو، این حسو به بقیه میدیم که ما انسانهای بی‌ظرفیتی هستیم. با کوچکترین موفقیت میخوایم این موفقیت رو تو چش بقیه کنیم. ما انسانهای کوچیکی هستیم. ما انسانهایی هستیم که ظرفمون کوچیکه، زود پر میشیم، بی جنبه، جنبه موفقیت رو نداریم و همین باعث میشه همون اشخاصی که ما داریم باهاشون صحبت میکنیم و پیشرفتامون رو بهشون میگیم و خیال میکنیم اینا خیلی خوشحال میشن از اینکه ما در مسیر درست قرار گرفتیم، همین افراد یه بلای سرمون بیارن، کله پامون کنن که دیگه نتونیم از جامون پاشیم و به مسیرمون ادامه بدیم. پس لطفاً به کسی نگو. دومین ذهنیتی که ایجاد میشه اینه که تو تا انتها باید مسیر رو پیش بری. وقتی تو تا انتها میری، اون هدف دیگه میشه لایف استایل زندگی. لازم نیست بقیه بگی، چون جزئی از زندگیته بقیه میبینن. پس دلیلی نداره بیای پیشرفتاتو با بقیه بگی. این باعث میشه که شما دیرتر به اهدافتون برسید. این باعث میشه که شما دلسرد بشی. پس اگه دلسرد شدی، اگه شکاک شدی، اگه تردید کردی نسبت به هدفت، بدون دلیلش اینه که تو پیشرفتاتو جار زدی. لطفاً پیشرفتاتو جار نزن و چرا خاموش حرکت کن. مرحله 5، تا میتونی شکست بخور. خیلی عجیبه ولی واقعیت داره. از رابرت کیوساکی میپرسن چجور سریع موفقیت برسیم؟ رابرت کیوساکی میگه زیاد شکست بخور. بعد میپرسن چرا؟ میگه وقتی زیاد شکست میخوریم، درس‌های رسیدن به موفقیت رو سریعتر یاد میگیریم. پس در نتیجه سریعتر موفقیت میرسیم. لطفاً این درس رو فراموش نکن چون خیلی مهمه. مرحله 6، لطفاً برنامه‌ریزی داشته باش. برنامه‌ریزی پلی هست بین تو و هدفت. اگه برنامه عمل کردی به هدفت میرسی. اگه برنامه عمل نکردی، امکان نداره نه در زندگی حالت خوب باشه و نه به اون اهدافی که دوست داری برسی. اگه دیدی یه جای افسرده یا حالت بده، مطمئن باش یه برنامه‌ای داشتی و به اون برنامه عمل نکردی و نسبت به خودت حالت بده. و اگه تو برگردی و اقدام کنی به اون برنامه‌ای که داشتی متعهد باشی، حالت خوب میشه. چرا حالم بده؟ چون به حاشیه کشیده شدم. حاشیه یعنی چی؟ یعنی هر موضوعی که در مسیر رسیدن به هدفم نیست. اگه در مسیر رسیدن به هدفت نباشی، همیشه حالت بده. اگه میخوای حالت خوب باشه، لطفاً به برنامه‌ای که می‌نویسی متعهد باش. و اینو بدون، هر بادی برای کشتی که مقصد نداره باد موافقه. لطفاً کشتی بدون مقصد نباشه. اگر کشتی بدون مقصد باشی، به هر جهتی بری درسته. و تنها دستاوردی که برات داره اینه که زمان تو از دست دادی. اگه میخوای زمان تو از دست دادی، لطفاً به برنامه‌ای که می‌نویسی متعهد باش، بدون شک انجامش بده که به اون هدفت سریعتر برسی. مرحله 7، هدفاتو با جزئیات مشخص کن. وقتی داری هدف گذاری می‌کنی، باید این هدف کاملا واضح باشه. وقتی هدف کامل واضح، میتونی کامل تصویرسازیش کنی. میتونی مسیر رو برای خودت هموارتر کنی. ولی وقتی هدف واضح نیست، میگه مثلا هدفم اینه من 100 میلیارد در ماه درآمد داشته باشه. خب مغز ارور میده. مغز میگه چجوری؟ منظورت از 100 میلیارد چیه؟ این 100 میلیارد رو برای چی میخوای؟ میخوای باش چه کاری راه بندازی؟ امکانات رسیدن به 100 میلیارد رو داری. باید با جزئیات مشخص کنی. چرا این مقدار پول رو میخوای؟ میخوای چه هزینه‌ای داشته باشی؟ چه هزینه‌ای واجبه تو اولویتت یا فقط میخوایش؟ اینا خیلی مهمه. شما باید هدفاتون رو با جزئیات مشخص کنید. وقتی با جزئیات بدونی چی میخوای، تصویرش داخل ذهنت میمونه. وقتی تصویرش داخل ذهنت بمونه، سریعتر میتونی راه رسیدن به اون هدف نهایی رو طی کنی.